انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. آمين. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی رسولنا محمد و علی ترگت آل دعا کردن نبان قربانت شاوم یک کار کن. تو خو میگفتی که هرگز قسم نمیشه، اما بیبی او زن دوباره پیدا شد. چوب باش، حالا مادرم خواد شنید. نامه را خود دیدی اما تو نیست. در اون نامه چی نوشته شده بود؟ نمیفهمم زحل، نمیفهمم. ترگت تو چی میگی؟ به خود بیا لطفاً. تو در اینجا متوجه مادرت باش. من رفته چنارا پیدا میکنم و میبینیم که در اون نامه چی نوشته شده. مطمئن استم که حال او خانه رفته. فکر میکنه که اولاداش هنوز اونجا هستن. من میرم. برو، امیدوارم ناوقت نکنی. اگر نی باز. بچه راست من، بچه اجازه نمیتم قدرت از من بگیرن چنار. آسیا مادر حق و جانبه. تو دیگه مردی و همه قسم باید باقی بود. فکر کرده اینجا طویل است؟ تو چی میکنی؟ وقت داخل میایی باید تک تک کنی. باید بگوی آقا قدرت داخل آمده میتونم. حال فهمیدی؟ تو اینقدر بی‌تربیگی میکنی باز. از ما توقع داری که احترامت کنم، همونطور است؟ کاملا همونطور است. خب اگه به ما احترام نداری، حداقل به کاکایت احترام داشته باش. چطور؟ همراه مردان نباید مرد. شما احمق هستین. تو چی میگی ها؟ تو چی میگی؟ شما چی میکنی؟ قدرت نکو. بیرون شو. همراه مردان نباید بموری، همونطور نیست؟ چته؟ او را خرست نگی. سهر درست میگه. او عقل خود از دست داده. پدرم به شما زیاد روی داده. از این خاطر کارا را میکنه. قدرت لطفاً کار نکو که من خفیت بسازم. پدر ما به تو بیگانه نبود. کاکایت میشد. اگه زنده می بود ترا بیادر زاده گفته نوازش میکرد. حق به جانو بستی. با مرده ها نباید مرد. اما یک باری گپ خسما بپرس. ما هر روز خون گریه میکنی. خداوند تو را به این حالت نرسانه. ما را در کوتاه روز سرتام نیایه. درست است. حلکته حالتك برو اسما. ایره بناش خاله چنار. آسیا مادرم مال خات آمد. اونا چرا اولادم بردن فیدان؟ چرا؟
زحال با ما یک خبرم نداد، حتی یک نامم نشته نکرد. به خدا نمیفهمم خاله چنار. ماره بیبی چی تو استوار استاد است؟ سهرم نور چشمه مثل یک مادر خواهر و بیادرش دا خوش گرفتن. چطور؟ بچه خاله چنار برو دیگه لطفا. آسیا مادر مال خاتمت، اگه تو رو اینجا ببینه بسیار بدش میایه. قدرت عکس او اینجا نه؟ از این بسیار خوب مواظبت میکنم. امرایت وعده میکنم که مثل اولاد خود کلانش میکنم. با قدرت یک مادر بسیار خوب میشم. بس ما و سحر چتن یک خانم کاکای خوب خواد بودم. برو اگر من طرف میشم. چنار خانم زهل راستش ما برش گفتم که برو. اما تو دیوانه شدی چطور؟ اگر تو رو گفتی آسیا مادر تو رو اینجا ببینن زنده نمیمونند. خب شد که من زود آمدم. حالا دیگه قبل از اینکه کسی تو رو ببینه از اینجا برو. اولادم کجاستن زهر؟ اونا رو به استانبول روان کردی، اما با من حتی خبرم ندادی. من فکر میکنم که اونا اینجا زندگی میکنن. اونا خاط آمدن. عجله کو از اینجا برو. چرا اولادم روان کردی زحل؟ به من جواب بده.
گفتم ده اونها را به ملاقات مادرشان میاری. گفتم ده که اونها را از مادرشان دور نمیسازی. من به تو اعتماد کردم زهل. من قدرت ما به درست است. در این مورد گپ میزنیم. فیدان دخترم، تو به کارایت برس. تو فکر میکنی من میخواستم که قسم شوه؟ من به خاطر که اولادایت اینجا نگاه کنم هر چیزی که از دستم میامد انجام دادم. چندین بار وقت میخواستن اونا را از این خانه بیرون کنن من مانعشان شدم. آسیا مادرم وقت فهمید من میخواستم اولادا را پیش تو بیارم قهر شد. هیچ وقت به من اعتماد نکرد. خودتم خو میفهمی. در این خانه فقط امر آسیا مادر میچله. بسیار ترسیدم که به خاطر نآوردن اولادایت پیش تو به تو کدام خیانت نکرده باشم چنار. اما به خاطر آوردنشانم بسیار تلاش کردم. اما اونا را استانبول روان کردی. به خاطر که در اینجا اونا را کس آرام نمیمان. برشان میگفتن مادرتان قاتل است. چه تنه بیچاره. چندین بار با سر خم به مکتب رفت و آمد. اسما دخترم خو حتی نمیخواست به مکتب بره. من هیچ کاری نکردم که باعث شرمندگی اولادایم شود. من به تو باور دارم چنار. میفهمم. اما در اینجا همگی تو را قاتل فکر میکنن. من فقط خواستم که اولادایت خوش باشن. خواستم با سر بلند به مکتب خود رفته بتانن. خواستم از هیچ کسی نترسن و نشرمن. از این خاطر اونا را از اینجا روان کردم. نخواستم کسی اونا را اولاد قاتل بگویه. چنار، ما همراه تو وعده کردیم. به خاطر وفا کردن به وعده خود هر کار انجام میدم. خداوند ازت راضی باشه. لطفاً سرم قهر نشو. وقت فیدان گفت اونا دا استانبول هستند. تو فکر کردی که من تو را فریب میدم؟ لطفاً جگر خون نشو زهر. ما پشت اولادم بسیار دق شدیم. هنوزم چه نشان در مقابل من. عذر میکنم مرا پیش اونا ببر. چنار، تو چی میگی؟ گپای آسیا مادر نشنیدی؟ اونا فکر میکنن تو مردی. اما من نمردم زهر. زنده هستم. به خاطر اولادم نفس میگیرم. هر روز دعا کردم تا وقتی که اونا را نبینم زنده بانم. خواهش میکنم مرا پیش اونا ببر. اگه تو بری و خدا بر اونا نشان بدی فکر میکنی که اونا منعیسی یک مادر از تو استقبال خواد کردن؟ من هر کاری که لازم بود انجام دادم. اما متاسفانه مانع آسیا مادر شدن نتانستم. اولادایت به تو دشمن ساخته. تو در چشم اونا قاتل پدرشان هستی. یه قاتل که سالها در زندان جزای خود دیده. من قاتل نیستم. تو خود میفهمی که من بیگناستم. من اولادم دور بوده نمیتونم زحل. نمیتونم اونا را فراموش کرد از اینجا برم. خواهش میکنم تو مرا ببر. یا آدرس بده که خودم برم. گپای قدرت شنیدی نه؟ میگه پدرش به ما روی داده. سر او بسیار قهر هستم سحر. باز دیگه شروع نکن اسما. قدرت هنوز خورده است. دستن جوانیش است. او هم اصلاح خواهد شد. حالا دیگه باید اول اینا را بشوییم. ارجمند حالش حالا خواهد شد که خانه بریم. چی میکنی؟ این کار او به وجدان پس نمرد کرد؟ نه کار او نیست. سحر به من دروغ نگو. از شوهرت به شما دفاع نکو. من میفهم کارم او است. کی چی که در خیریت باشه؟ چیزی نیست چطور؟ خواهر کدام مشکل هست؟ گفتم چیزی نیست.
بس ماشالله بود که ظرفارم من میشویم. سهر من خود نمیفهم چرا قدر دروغ میگی، چرا قدر از او شوهرت پیش من دفاع میکنی. همگی ما میفهمیم که امروی تو چه قسم رویه میکنه. بسد جیغ نزد. اسما بس است، بالای خواهرت فشار نیار. خواهر فردا بخیر انتخابات است. همین که در تیم انتخاب شوام از این حالت نجات پیدا میکنیم. انشالله. ببین همین جای نشانی باشه. اولین کارم است که خانه میخرم و شما را از دستی بی‌شرفا نجات میتم. با جای فوتبال بازی کردن اگه میرفتی یک مسلک یاد میگرفتی اول وقت خانه خریده بودین. اسما حالا که وکیل شدی فکر کنم از ما خوشت نمیه اسما. چته؟ منظور اسما این نبود. نه خیر خواهر جان، ما بسیار خوب فهمیدم که اونا چی میخواین. کاش که با وکیل شدن همه چیز حل میشد خانم اسما. اگه وکیل شوی تو چی خواد کردی ها؟ بالاخره تو بازم در دفتر اونا کار خواد کردی را میفهمم. اما تو در قصه گپا نشد، درست است؟ بیاز گپای ما به تو اصلا اهمیت نداره میفهمم. ما در اینجا کار نمیکنم، شما ایرا فهمیدین؟ انگلستان میرم با مستری. البته چرا نه جانم، البته. بیاز تمام مردم انگلستان منتظر تو هستن. بیادر خودتان قدرتم میگین اما شما از او چی فرق دارین؟ حداقل امروز خود ای قسم نکنین. اسما چته ما بدون همدیگر کسی را نداریم. در روزهای خوبا بعد باید در کنار هم باشیم. اسما حالا خواهر جان در گیلاسا دوخ بنداز، مهمانا منتظر هستن. بعد از به خدا چتن تو هم داخل برو، جان مهمانا را تنها نمان. اگه خبر شون زندستی چی تغییر میکنه؟ تو به نظر اونا یک قاتل استی و هم قاتل پدرشون. هر کاری که کنی حقیقت تغییر داده نمیتونی. یک نفر خبر داره، به من نامه نوشته کرده بود. در این نامه گفته که اون میفهمه که قاتل راسم کیه. مصاحب این نامه رو پیدا خواهد کردم. او وقت اولادم قبول میکنن که من قاتل نیستم. درست است چنار آرام باش. من خود نگفتیم که او شخص پیدا نکو. تو یک بار بتی که ببینم. نوشته کرده که او میفهمه من بیگناه هستم. خوبه اما در این خود کدام نام نوشته نیست. خدا میفهمه که اون نفر کیست که این نامه رو نوشته کرده. باز تو چطور سایبی رو پیدا کرده میتونی؟ اگر کسی خبر نباشه پس چرا این نامه رو برم نوشته کرده زحل؟ هر کسی که باشه پیداش میکنم، حتی اگه در زیر زمینم پنهان شده باشه پیداش میکنم. چنار با این هیچ چیزی را ثابت ساخته نمیتونی. وکیلا مثل تو گپ میزد اما من تسلیم نشدم. میفهمیدم که یک روز آزاد میشم. پیداش میکنم زهر. به خاطر ثابت ساختن بیگناهیم دیگر راهی ندارم. اگر لازم شود به تلویزیون ها میرم، در روزنامه ها اعلان میتم. حتما او رو پیدا میکنم زهر. کسی که را نوشته کرده یک شخص با وجدان است. دیری و زود پیداش میکنم. درست است چنار آرام باش. بیبی بنا حق امیدوار میشی. من 20 سال خاموش ماندم. 20 سال دیگه کسی مرا خاموش ساخته نمیتونه. مخصوصا وقت درباره اولادایم فکر میکنم. وقت اونا را به دست آورده نتونم. با چیزی ندارم که از دست بتم. کسی که نوشته کده اون شب بوده باغچه بوده. شاید او را کسی دیده باشه. چنار کجا میری؟ صبر کو چنار. فیدان خوب گوش کو. نباید کسی خبر شوه که چنار اینجا آمده بود. فهمیدی؟ من با یک شکل او را از اینجا میبرم. با کسی نگویی بنا حق به تشویش میشن.
صبر کن ما میایم. چنار زن احمق با کدام روی سر قبر بچه میایه ها؟ با مسائل کتر گود او زن نباید به نواسایم نزدیک شوه. گپ مفهمیدی؟ درست است مادر. اگر نه حق ما برات حلال نمیکنم. گفتم که درست است مادر. در استانبول اونا را از کجا پیدا خواهد کرد؟ ما ای گپا را نمیفهمم. حتی اگر لازم شد تعقیبش کن. او زن از نواسایم دور نگاه کن. تشویش نکن، کار لازمه انجام میدم. استاد کو چی گپ شده؟ چیزی نیست، فکر کنم تلفنم در قبرستان افتاده. ها اینجاست. ادامه بده. اینا را از خانه گرفتی؟ اوه خدای من، خدا کنه که آسیا مادر خبر نشه. دماراتشان برم بگذار. جانم چرا تو را ناراحت بسازم؟ هر قدر کمتر بفهمی به خوبیته. لطفا مرا غلط درک نکو، اما خانم آسیا هرگز اجازه نمیته اونا را ببینی. لطفا برم بگو. این حق بس زوهد. چی میکنن؟ درس میخوانن؟ ازدواج کردن؟ خوش هستن؟ نواسا دارم زوهل. یک نواسه بسیار شیرین داری. نامش درو است. 5 ساله است. بسیار خواستیم که سحرام درس بخوانه اما نشد. او و شوهرش عاشقم دیگه شده بودن. ما عروسیشو نکردیم. دستن خورد عروسی کرد. چنار با هم اقدر خوش هستن که هر کس ببینه میگه ماشاءالله. اسما درس خواند. او یک وکیل شده. اگه خواست خدا باشه امرای خواهر ما کار خودش رو خواهد کرد. هرگز نمیخواست از ما و از خواهر و برادرش دور بره. آقا ترگود برای شرایط تحصیل فراهم کرد. بچه چتن ورزشکار است و بسیار پیشرفت کرده. همیشه میگفت فوتبالیست میشم و بالاخره شد. حالا بسیار پولدار شده. تو بکدم خدایا. کاکایش بالایشو قدر افتخار میکنه که برش یک موتر مدل جدید تحفه داد. قدرت چی؟ رسیدم خواهر جان. چنار کمه به خود بیا. بی رسیدیم. بیادر تو هم اینجا منتظر ما باش. درست است؟ چنار اگه اینجا راحت نیستی دوباره میریم. نه خیر،
من خوب هستم، تشویش نکن. درست از خودت میفهمی. اینجا چقدر زیباست. رازم تو چی کردی؟ رازم ما آمدم جانه. این میزه چقدر زیبا و مدکده. بسیار زحمت کشیده. اونجا کی هست؟ راستی تو هستی؟ راستی بله از خدا بیرون بیا. استاداش حرکت نکن. چنار؟ چنار؟ چنار اگه اینجا راحت نیستی دوباره میریم. نه خدا خدا زجر نتی. کاری است که شده دیگه. بعد از چی زهر؟ به چشم اولادم به عیس قاطر پدرشان همیشه باقی بونم. بیزو زنده نیستم محمود نیست. وقت در قبر رفتیم. حالا هر کاری که به خاطر بیرون شدن از او قبر لازم باشه انجام میدم. جانم تو هم حق و جانب هستی. آسیا مادر سالات را از اولادای دور نگاه کرد. خوش آمدین. بفرمایید. چای تازه دم کردیم. ما یک چیز میپرسیدم بچه. بپرسین براتون چای هم میارم. درست است. اما اول تو برام بگو که کسی است که در اینجا 20 سال کار کرده باشه؟ البته خواهر، یک نفر به نام کاکا نجاتی صاحب هتل است. 2 چای؟ بله 2 چای.
خب این مامان نجاتی کجاست؟ فعلا در خانه است. اگر میگین صداش کنم بیاد در خانه کاملا تنها حتما میآید. شاید یه همسن قدرت باشه اما ترس. خب چنار تو قصه کن این همه سالا در بین او 4 دیواری چطور گذشت؟ خداوند نصیب کسی نکنه. مشکل است، بسیار مشکل است، خصوصا وقت پشت اولادت دق شوی. اون وقتی که اولادم فکر میکنن من در زیر خاک هستم. من بدون دیدن اولادم دیگه کدام آرزویی ندارم. بیا اسما، ما منتظر تو بودم. ضمانت خطت آماده است. تشکر میکنم. مطمئن هستی دخترم واقعا میخوای به انگلستان بری؟ بله. بیبی اسما، دوباره همو گپا برات تکرار میکنم. دروازه دانشگاه همیشه برایت باز است. هر وقتی که خواسته باشی اینجا باعث کارمند کار کده میتونی. منم میخوایم شاگرد لایق مثل تو را به کدام کشور دیگه تقدیم کنم. زنده باشه. اما ما وقت تصمیم خود گرفتیم. بیاد این نامه را عاجل ارسال میکنم. درست است دخترم، خودت میفهمی. اما فراموش نکو دروازه دانشگاه همیشه برایت باز است. میفهمم استاد. روزتان بخیر. میبخشین میشه به نزدیکترین پوسته خانه بریم؟ کمی عجله دارم. چی میکنی؟ متوجه باش. چی گپ شده باشه؟ شما چی میکنین آقا؟ چرا اینجا موترتان استاده کردین؟ معذرت میخوایم. تو دیدی؟ از خاطر تو سر ما گپ زدن. خوش آمدین. موهایتان از چه قسم جور کنم خانم؟ راستش نمیخوایم که مثل دفعه قبل باشه. درست است. امسال اون موده از بین رفته. کمی موجدار بسازیم اما بسیار کم. نمیخوایم بگوین به خاطر زیبا شدن بسیار زحمت کشیده. درست است خانم، هر قسم که شما خواسته باشین. یک دقیقه. بله عمر جان، در هستم. به دادگاه میرم. تو کجا هستی؟ کارم تمام شد برآمدم، اما دوستی در خانه مونده بود. اول باید تو را بگیرم اپک در دادگاه میبینیم. درست است؟ درست است، باز میبینیم. اگه یک بار یک گپ خوب بزنه باز میموره. بسیار بد است. خوش آمدن دخترم. خوش باشن. ببخشن که شما رو به زحمت ساختم. نخیر دخترم، از اینکه باعث شدی چند دقیقه از خانه بیرون شوم باید برات دعام کنم. خب حالا بگو دخترم، پشت کی میگردی؟ 20 سال قبل در اینجا یک نفر با آب افتیده گم شده بود. به یاد داری؟ چطور فراموش کردم میتونم؟ گفتن که مرده. پلیس ها روز از من تحقیق میکردن. این نامه را شما نوشته کرده بودید؟
خب این مثل دست خط من نیست، اما بازم یک بار میبینم. تو خو خانم آقا راسم نیستی دخترم؟ تو را قاتل گفته از اینجا بردن. ما کار نکردیم کاکا، ما شاورم از بین نبردیم. با پلیس هم گفته بودم. ما او روز بسیار وقت بیرون شدم، ندیدم که کار کی بود. اما کسی دیده بوده و من نامه نشته کردم. کاکا همراه به کمک کن، ما باید صاحب این نامه را پیدا کنم. میشه انشالله. صبری هم اونجا بود. خب بی صبری حال کجاست؟ خداوند رحمتش کنه. اما او هم با پلیس گفت که چیزی را ندیده. بسیار انسان خوب بود. اگر چیزی را میدید حتما با پلیس میگفت. یک دقیقه یک نفر دگان بود، اما نامش درست به یادم نیست. از این شهر نبود، به خاطر کار کردن اینجا آمده بود. ها، یادم آمد. خلیل، نامش خلیل بود. خلیل، پنیری که میخواستی آمده. حقت جدا کده. شاگردم که آمد با دیگه سفارش ها روانش میکنم. اگه وقت داری همیال آماده میکنم. زنده باشی، تشکر. اما حالا کم عجله دارم، باز روانش کن. خب دیگه به خدا مسپارمتان. برو بخیر بری. عمر، خیرت باشد. ای وقت خانه چی میکنی بچیم؟ با محکمه میرم پدر جان. دوستی در خانه مانده بود، آمدم بگیرمش. درست است بچه، متوجه کارت باش. حالا زود باش. پدر، بسیار عرق کردی. خوب هستی؟ خوب هستم بچیم، چیز گپ نیست. برو. پدر، هیچ خوب معلوم نمیشی. اگه میخوایی به شفاخانه بریم. لازم نیست بچیم، من حالت خود خوب میفهمم. چند دقیقه استراحت کنم خوب میشم. حالا دیگه سرت نوخ میشه. او خلیل نام فقط یک بچه داشت که زیاد مریض بود. به خاطر تداوی بچهش باید شب و روز کار میکرد. خلیل دا کجا پیدا کرده میتونی؟ صبر کو. در استانبول در یک منطقه به نام مالتپه در اونجا دکان داشت. اما تو شنیدیم. باز مرا میگن پیر شدی. ببین چطور با یادم است. من حالی هم جوان هستم، جوان. زحل، خلیل پیدا میکنیم. چنار، کم مشکل است اما کوشش خودم میکنیم. اگه پیداش کنیم آرادم میفهمن که من قاتل پدرشون نیستم. اگه ثابت ساخته بتانم که بیگناه هستم، باز ما با اولادم میرسم. البته اما اول باید به یک هتل بریم، تو خوب استراحت کنی، بعد از او باز خواد دیریم. پس من تکت استانبول میگیرم. چنار چی ضرورت است؟ فردا با طیاره برمیگردیم، به تو هم یک تکت میگیرم. میگه که به استانبول رفته، اون نفره پیدا میکنم. از کجا پیدا خواد کرد زحل؟ استانبول بزرگ است، حتی تخلص اون نفرم نمیفهمه. زندگی. جانم، تو گپ مرا هیچ نشنیدی؟ او بیگناست. میگه که بیگناهی خود ثابت میسازم و دیگه چیز نمیگه. از او باید بترسیم. حالا به خاطر رسیدن به اولادای در استانبول زیر هر سنگ خود پالی. ترگوت، به هر قیمت که شده باید خلیل قبل از چنار ما پیدا کنیم و حقش برش بتیم. چه قسم؟ فکر میکنی پیدا کردنش آسان است؟ از او واقعا 20 سال سپری شده. ما چی بفهمم که خلیل کجاست؟ درست از زندگیم، تو حق به جانب استی. ما هم گپ زدم میرم دیگه.
اما اگه تو بخوای او را پیدا کرده میتونی. تو یک بار اطراف خود بیبی کسی وجود داره که به اندازه تو صلاحیت قدرت داشته باشه؟ تا حال کدام کار بوده که خواسته باشی انجام داده نتونی؟ با استاد شدن در اینجا هیچ چیز جور نمیشه. میفهمم که تو از مکه زیادتر میفهمی، اما از نظر من باید امشب تکت گرفته به استانبول بری. من امرای چنار فردا خواهد آمدم، درست است؟